سلام فرشته‌های مهربون من، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. من سپیده بانو هستم و خیلی خوش اومدید به کانال خودتون، کانال سپیدارو. امروز میخوایم ببینیم که انرژی بین شما و شخص مقابلتون به چه شکله. یعنی یک فال دقیق از او و شما میخوایم داشته باشیم که خیلی فال عالی خواهد شد، چون چینشی که میکنم براتون چینشیه که خودم طراحیش کردم و بسیار عالیه. پس ازتون میخوام که انرژی بگذارید شما هم تا انرژی من رو دریافت بکنید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک بکنید، چون نیت من برای کسانیه که انرژی میگذارن و کانال رو سابسکرایب کردن و ویدیوها رو لایک میکنن. خب بریم که شروع کنیم. اسم شخص مقابل رو تکرار بکنید، با آخرین خاطره با اون شخص فکر بکنید، ببینیم که چه خواهد شد. اول ببینیم که راستی بچه ها انرژی خانی شخصی هم میتونید به آیدی تلگرام یا به آیدی اینستاگرام پیام بدید، چون فعلا باز شده. میتونید که اونجا پیام بدید. بچه ها توی تلگرام خیلی گفتن که اگه میشه حالا بازش کنید. فعلا باز شده، ولی حالا احتمالا انجام ندم تا چند وقت آینده. ولی آموزش های خیلی خفنی میخوام براتون بزنم، ولی فعلا انرژی خانی شخصی باز هستش. میتونید که پیام بدید به آیدی تلگرام یا به آیدی اینستاگرام که در بخش کپشن ویدیو و حالا همون بخش دیسکریپشن ویدیو هستش. خیلی از بچه هم گفتم برای تخفیف، حالا نمیدونم اگر خواستی که من تخفیف بزنم روی انرژی خانی ها دوباره، چون خیلی زود به زود میشه اینطوری، ولی اگر خواستید حالا توی کامنت ها به هم بگید. خب بریم ببینیم که انرژی شخص مقابل در حال حاضر به چه شکله. انرژی شما خب انرژی شخص مقابل و انرژی شما. خب اینجا انرژی شخص مقابل در حال حاضر، احساس شخص مقابل به شما، احساس اجازه بدید خودمون بپرسیم. انرژی احساس شما به شخص مقابل. ببینید اون سری افتاد برشانش هم الان دوباره افتاد. خب انرژی شخص مقابل نسبت به شما، انرژی شما نسبت به شخص مقابل. توصیه ماه رو برای شما بگیم، یک توصیه ماه برای شخص مقابل. خب توصیه ماه برای شما. خیلی خوب. در حال حاضر من دارم شخص مقابل رو میبینم که دوست داره در حال حاضر، اگر رابطهش با شما کات شده، چون دارم میبینم که شخص انگار از گذشته دوست داره به سمت شما برگرده. اگر رابطهش با شما کات شده در حال حاضر، من دارم میبینم که این شخص دوست داره که انرژی بگذاره برای این رابطه و دوست داره که اگر مشکلی بین شما و اون شخص پیش اومده مشکل رو حل بکنه. و از طرفی دارم میبینم که انگار فکر میکنه که شخص مقابل فکر میکنه. ببینید ممکنه انرژی ها هم جابجا بشن توی این انرژی خانی گروهی، ممکنه انرژی ها جابجا بشن. ممکنه شما برای شما این ور کشیدن ولی این شخص مقابلتون باشه، یعنی چیزی که دارم میگم مربوط به شخص مقابلتون باشه و شما این وری باشید. حواستون باشه که خودتون طبق سناریوی رابطه خودتون بررسی بکنید. من دارم شخص مقابل ولی طبق همین داستان پیش میریم، ولی چیزی
که من دارم میبینم، ببینید شخص مقابل خیلی برای این رابطه تلاش کرده، خیلی برای رابطه زحمت کشیده، خیلی وقتا انگار قدر اون رابطهش دونسته نشده و خیلی وقتا به سمت شما برگشته و شما پسش زدید و دارم میبینم که خیلی انرژی گذاشته و در حال حاضر حتی دارم میبینم که دوست داره این انرژی رو بذاره. ببینید به دو جهت من دارم اینو میگم. اگر این شخص قبلا برای شما تلاش نمیکرده، برای شما زحمت نمیکشیده، برای شما وقت نمیذاشته، الان دارم میبینم که انرژیش تغییر کرده و دوست داره تایم و زمان و وقت و انرژی بذاره. یه لحظه من میخوام ببینم این منظورش چیه. ببینید دقیقاً منظور اینه که این شخص به خاطر کاتی که داشته با شما یا به خاطر اینکه شما رو ناراحت کرده، به خاطر اینکه قدر شما رو ندونسته، دارم ببینم که خیلی اذیت در حال حاضر و دوست داره که به رابطه با شما برگرده. کاملا چیزی که داره به من نشون میده اینه انگار از دید دو طرف شرایط رو ندیده و الان میخواد ببینه. و البته دارم میبینم که انگار یک سری تعهدات رو میگم، یک سری نظم ها رو توی رابطه با شما برقرار نکرده و از طرفی رابطه شما رو دارم میبینم که انگار شما هدف داشتی توی این رابطه با این شخص و نمیخواستی که رابطه رو با لجبازی و اینجور مسائل پیش ببره، ولی دارم میبینم که به خاطر اینکه شخص مقابل قدر شما رو ندونسته، دارم میبینم که خیلی خیلی سعی کردی که با این شخص لجبازی بکنی و بگی که خب حالا که تو منو نمیخوای، حالا که تو منو پس میزنی، منم تو رو پس میزنم، حالا که تو به من توجه نمیکنی، منم بهت توجه نمیکنم، اگه تو به من پیام نمیدی، منم بهت پیام نمیدم و وارد یک بازی تکراری شدید هر دوتون، وارد یک کارمای تکراری، وارد یک داستان تکراری شدید که انگار دور خودتون هی دارید میچرخید، هی میاید کات میکنید دوباره آشتی میکنید، کات میکنید دوباره آشتی میکنید و همین مسئله انگار باعث شده که شخص مقابل اذیت بشه، شما اذیت بشید، چون شما رو دارم میبینم که خیلی تصورات عمیقی داری در مورد اینکه آیا این شخص به من وفادار هست، آیا من میتونم به این شخص وفادار باشم، آیا اصلا تعهداتی که توی رابطه میتونیم داشته باشیم درسته. من دارم میبینم که شما یک مقداری توی این رابطه شک کردی که اصلا آیا بمونم آیا نمونم، فعلا میخوای انگار یک فاصله رو بگیری و اگر شما فاصله نمیخوای بگیری و میترسی از این فاصله، کارتا دارم به تو کارت توصیه ماه داره به تو میگه که فعلا فاصله بگیر تا انگار تعهد خودت رو در نظر بگیر. اصلا ببینی واقعا شما این شخص رو دوست داری، فاصله بگیر تا ببینی اصلا این شخص شما رو دوست داره، برات تلاش میکنه، چون اینکه فقط شما تلاش کنی که کافی نیست. به هر شکل رابطه شما و این شخص رو در حال حاضر به این شکل دارم میبینم. خب حالا کار داریم. اجازه بدید من الان بهتون میگم میخوایم چی کار کنیم. حالا میخوایم ببینیم که شخص مقابل در گذشته نسبت به شما چه احساسی داشته، در حال حاضر نسبت به شما چه احساسی داره، در آینده نسبت به شما چه احساسی داره. اوکی و تصمیم شخص مقابل رو میخوایم ببینیم در مورد شما. اوف بچه عروسیتون تو رو خدا من رو دعوت کنید، نامزدی افتاد دیگه. خب حالا بسید از من بکشم آچه خودم هیجان زده شدم. خب ببینیم در گذشته شخص مقابلتون در مورد شما چه احساسی داشته. ایوا خب یه ذوق کردیم واسش اصلا دیگه نمیذاره. خب ببینیم که شخص مقابل در گذشته نسبت به شما چه احساسی داشته، در حال حاضر چه احساسی داره، در آینده چه احساسی خواهد داشت و در تصمیمش در مورد شما چیه. به 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 اصلا نمیتونم دیگه چی بگم، من اینا رو دارم میبینم. خب ببینیم شخص مقابل در گذشته چه احساسی نسبت به شما داشته، در حال حاضر چه احساسی داره، در آینده چه احساسی خواهد داشت و به صورت کلی تصمیمش چیه. خب ببینید شخص مقابل در گذشته
در حال حاضر چه احساسی داره؟ چه جالب بچه ها، انرژی حال حاضر شخص مقابل که گرفته بودیم این در اومد، الان دوباره این در اومده حال حاضرش. ببینید انرژی چه عالی هست. و در آینده چه احساسی خواهد داشت و تصمیم شخص مقابل. دوتاشون رو میذاریم. فقط اگه تونستم بهرش دار. خیلی خوب، تاروت بعد میکشیم. ببینید در گذشته شخص مقابل شما یک احساس نگرانی داشت بابت این که یک سری دعواها بین شما پیشروی بکنه. انگار یک مسئله پیش اومده بود که باعث شده بود شما از این در دست این شخص عصبانی و ناراحت بشید. خب و حالا من دارم میبینم که در گذشته این شخص یک عقب نشینی کرده. انگار شما میخواستید باهاش صحبت کنید در مورد یک مسئله، این شخص شما رو پس زده. به خاطر این نبوده که انگار شما رو نمیخواسته یا شما رو دوست نداشته یا دوست داشته که مثلا شما رو نگه داره. من نمیبینم اینو. انگار ترس اینو داشته، نگرانی اینو داشته که شما از دستش برید و شما رو از دست بده. حالا چرا یک مسئله بین شما و این شخص پیش اومده؟ ببینید من دارم میبینم که انگار این شخص یک کاری کرده که شما میخواستی باهاش در مورد اون کاری که کرده صحبت بکنی، ولی انگار انرژی دعوا بین شما افزایش پیدا کرده و این شخص نگران این بوده که نباید این رابطه رو از دست بده. به خاطر همین سعی کرده که از شما فاصله بگیره و سعی کرده که این رابطه رو فعلا نگه داره و استاپ کنه. خب در گذشته به این شکل بوده. حالا در حال حاضر ببینیم به چه شکل بوده. ببینید در حال حاضر من دارم ببینم که یک اعتمادی بین شما و این شخص از بین رفته و این شخص عمیقاً داره به این مسئله فکر میکنه که آیا شما با شخص دیگه‌ای در ارتباط هستی؟ آیا شما به شخص دیگه‌ای داری فکر میکنی؟ آیا شما افراد دیگه‌ای هستن که الان توی زندگیتون باشن؟ و دارم میبینم که انگار احساس بین شما و این شخص متغیره در حال حاضر. یک بار اعتماد هست، یک بار اعتماد نیست. من دارم شما رو هم میبینم که انگار یک بار هستی با این شخص، یک بار نیستی. یه بار بهش اهمیت میدی، یه بار نمیدی و همین دو به شک بودن شما باعث میشه که اون شخص هم مشکوک بشه. یا شما به این شخص حسادت کردید تو یک مسئله‌ای و اصلا اون مسئله باعث دعوای شما شد و این شخص میگه که خب پس من سکوت کنم فعلا، چون مبادا اگر حرف بزنم اعتماد این شخص از دست بره. به خاطر همین فعلا صبر کرده و فعلا نمیخواد کاری انجام بده. در آینده من دارم میبینم که کاملا این شخص نبود شما رو احساس میکنه و خیلی خیلی دوست داره که به سمت شما بیاد، چون من دارم شما رو میبینم که از این رابطه میرید، کاملا میرید و این شخص خیلی خودش رو سرزنش میکنه بابت کاری که انجام داده و میبینم که حتما یک پیام، یک خبر، یک تماسی به شما خواهد داد، یک زنگی به شما خواهد زد و میاد، چون داره به مسئله فکر میکنه که میگه انگار این عشق اول من بوده. در آینده اینجوری فکر میکنه، خودش رو سرزنش میکنه که با یک کاری که انجام داد شما رو از دست داد و همین مسئله هم باعث میشه که برگرده. حالا برگرده چی کار بکنه؟ تصمیمش چیه؟ برمیگرده در مورد یک ازدواج، در مورد یک نامزدی، در مورد یک تعهد، در مورد یک جدی کردن رابطه با شما صحبت بکنه و برمیگرده که به شما بگه که شاید پیشنهاد یک سفری رو بهتون بده، پیشنهاد یک مسافرتی رو بهتون بده و بهتون بگه که مثلا بیا بریم، مثلا پیشنهاد یک بیرون رفتنی رو بهتون بده. و من دارم میبینم که اگر شما این شخص رو دوست دارید، اگر باز هم در مقابلش جبهه بگیرید و باز هم در مقابلش استقامت نشون بدید، باش لج بکنید، میبینم که این شخص میره و دیگه نمیاد، چون خیلی هم نمیخواد که غرورش رو زیر پا بگذاره. یعنی یک بار دیگه میاد به شما میگه و اگر یعنی معذرت خواهی میکنه، چون میبینم که یک بار انگار این کار رو انجام داده. ولی اگر شما بخوای جلوش وایسی باش لج کنی، میبینم که این شخص هم بالاخره این کار رو انجام خواهد داد و دیگه سمت شما نمیاد. ولی چیزی که هست، من دارم میبینم که این شخص کاملا داره تصمیمش اینه به شروع رابطه با شما، شروع جدی با شما. چرا هم دارم میگم؟ چون انگار شما رو یه جوری مال خودش میدونه، میدونی، یه جوری انگار احساس مالکیت نسبت به شما داره. و مثلا دارم میگم اگر شخص مقابلتون
داره فعلا تحمل میکنه، داره فعلا صبر میکنه، تصمیمش اینه که فعلا صبر کنه تا شما از خرش ریتون بیای پایین، به خاطر اینه که میخواد که شما رو داشته باشه، شما رو حفظ کنه و فکر میکنه که اگر الان قدم بخواد جلو بذاره ممکنه شما رو از دست بده، بخواد خیلی مثلا پافشاری بکنه توی رابطه، بخواد فعلا باتون حرف بزنه، چون حس میکنه که شما فعلا عصبانی هستید. خب حالا بریم ببینیم که تاروت به ما چی میگه. انرژی گذشته این شخص به چه شکل؟ البته اینجوری دیگه نگیریم، همینجوری بگیریم. ببینیم در حال حاضر احساس، افکار و ذهنیتش در مورد شما چیه؟ تلاش کردن، خب حالا فعلا اینا رو میگیم، اگر لازم بود دوباره میکشیم. ببینید چیزی که هست، من دارم میبینم که این شخص در حال حاضر احساس و ذهنیتی که در مورد شما داره اینه که انگار دوست داره در حال حاضر برای این رابطه تلاش بکنه، برای این رابطه زحمت بکشه، برای این رابطه اون کارهایی که انجام نداده رو انجام بده. و اینکه من دارم توی گذشته رابطتون میبینم که این شخص یک مقداری بازی‌های بچگانه با شما کرده، میخواسته که خوشگذرونی داشته باشه با شما فقط و انگار نمیخواسته حالا اون، یعنی مشکل اصلی رابطتون اینه که انگار این شخص شما رو برای سرگرمی میخواسته، نه که الانم بخواد ها، حالا الان بهتون میگم به چه شکله، ولی انگار میخواسته که یک تایمی رو برای شما بذاره و تموم بشه و بره. فکر نمیکرده این رابطه طولانی مدت بشه، فکر نمیکرده این رابطه ادامه دار بشه، چون دارم میبینم که انگار ضرری که هم شما تو این رابطه دیدی همین شخص دیده خیلی زیاد بوده. نمیبینم که حالا این رابطه سمی باشه یا دلشکستگی های خیلی زیاد باشه، ولی دلخوری ها رو دارم میبینم. و این شخص توی گذشته نزدیک دارم میبینم که به فکر این بوده که رابطه رو دوباره با شما شروع بکنه، تصمیمش این بوده که به سمت شما حرکت کنه، ولی این سری میخواد با ثبات بیاد. احساسی که نسبت به شما داره احساس کاملا موفقیت، اعتماد و علاقه است. ولی میدونید چیه؟ یک سری افراد نزدیک این شخص هستن، افراد اطراف این شخص هستن که ممکنه نظر این شخص رو بخوان عوض بکنن، مثلا دوستانش یا دوستان شما بخوان نظر شما رو عوض بکنن. ولی چیزی که هست، من دارم میبینم که شما و این شخص واقعا با هم دیگه خوشحال هستید، واقعا با همدیگه شاد هستید و یه جورایی دخالت این افراد رو از بین ببره میتونه خب اون سودی که میخواد از این رابطه و اون نتیجه که میخواد از این رابطه رو دریافت بکنه. چون من دارم میبینم که این شخص میخواد به سمت شما بیاد و صحبت جدی باهاتون داشته باشه و کاملا میبینم که دوست داره که شما، اولا که بازم بگم، شما رو زن خودش، انگار شوهر خودش میدونه و یه جوری انگار که احساس مالکیت نسبت به شما داره. ولی اکثر مسائل برای شما و این شخص پیش اومده که انگار شما پخته تر شدی و میخوای با چشم باز تصمیم بگیری و این شخص هم اینو میدونه. به خاطر همینم فعلا داره احتیاط میکنه، فعلا داره جوانب رو میسنجه، انتخاب انگار داره میکنه که کی حرکت کنم، چه جوری حرکت کنم، چه جوری برم که شخص مقابلم بهم جواب بده. و از طرف یه چیزی هم بهتون بگم، دوستانش رو دارم میبینم یا نزدیکان یا اطرافیان خانواده‌اش رو دارم میبینم که انگار ممکنه اشخاص دیگه‌ای رو هم به این شخص معرفی کنن، ولی این شخص کاملا میبینم که میگه نه. یعنی نه رو کاملا دارم میبینم و میشنوم، چون میبینم که این شخص میخواد برای شما تلاش بکنه. ببینیم که تصمیم این شخص چیه. دیگه در مورد این شخص بهمون بگو. پرت میشه، پرت میکنه فقط. تصمیمش کاملا با شما جدیه، میخواد پله های ترقی، پله های موفقیت رو با شما جلو بره، میخواد رابطه‌اش رو با شما جدی کنه، اما از یه چیزی ترس داره.
یه جوری از استقلال شما میترسه، از اینکه شما رو ناراحت کنه میترسه، یا از اینکه شما ناراحت شدید و ممکنه پسش بزنید. شما قدرتی پیدا کردید یا قدرتی داشته باشید که این شخص رو پس بزنید، از این میترسه. شما رو واقعا فرد با اصل و نسبی میدونه، شما رو فردی میدونه که انگار زمانهایی که بخوای برای این رابطه تلاش میکنی، زمانت رو میذاری، ولی اگه نتیجه نبینی واقعا ول میکنی میری. اینو داره در شما میبینه. شما نمیبینم که آدم لجبازی باشه، برای بعضیتون بله هستید، ولی انگار این شخص یک عذاب وجدانی داره به خاطر غرور بیش از حدی که در مورد شما داشته. و یه چیزی هم بهتون بگم، که افتاده بودم پایین، خیلی خیلی زیاد در حال حاضر داره به خاطرات شما و خودش فکر میکنه. یه جورایی اون محبتی که از شما دریغ کرد رو میخواد که به سمت شما به شما بده و به سمت شما بیاد. میدونی یه چیزی بهت بگم، اگر شما از این شخص دور هستید و شما از این دست این شخص ناراحت هستید و میخواید که خود این شخص براتون تلاش کنه و فعلا خودتون دارید صبر میکنید، چیزی که دارم میبینم اینه که شما از شما انگار میخواد یک ریاکشنی بگیره، یعنی یک چراغ سبزی میخواد از شما بگیره و از شما یک واکنشی ببینه، یک حرکتی، یک تلنگر بهش بزنید، انگار که مثلا فکر کنه که شما هنوز اون شخص رو میخواید، چون انگار نسبت به این مسئله شک داره. به خاطر همینه که انگار قدم جلو نمیذاره فعلا. ممکنه این شخص متولد عنصر آب یا خاک باشه، اردیبهشت شهریور دی یا مرداد باشه، یا تیر آبان اسفند باشه، یا فروردین باشه. فروردین رو هم دارم میبینم. ولی به هر صورت من دارم اینا رو میگم که یک اگر برای شما این مسئله موضوع صدق میکرد، یا مهر باشه، اگر این موضوع برای شما صدق میکرد، این انرژی خانی قطعا ربطی نداره. من در آخر ماها رو میگم برای بعضی که دوست دارن بدونن، ولی حتما هم لزومی نداره که شخص مقابل یا شما متولد این ماها باشید. ولی انرژی این اشخاص بیشتره در حال حاضر. ممکنه شما متولد این ماها نباشید، ولی انرژی اون ماه رو درون خودتون داشته باشید. خب به این شکل فرشته‌های مهربونم این چیزی بود که براتون در کارت ها دیدم. اگر از این انرژی خانی و از این انرژی خانی فال او و شما لذت بردید، حتما بهم بگید که ادامهش بدیم. و اینکه اگر هم خواستید حالا برای تخفیف، حتما توی کامنت ها بهم بگید، یا حالا توی تلگرام، توی اینستا بهم بگید که بدونم تخفیف بذارم براتون یا نه. حالا اگر خواستیم بذاریم توی انرژی خانی بعدی میگم بهتون. عزیزای دلم، تا انرژی خانی بعد شما رو با خدای بزرگ میسپارم. مسیرتون پرنور و پر از انرژی های پاک خداوند باشه. موفق